خیلی مرتب است و در حیات اویلوی برابر شادی خرسندی فرزندان رو چگونه باید تربیت نماید، در کدام روی تشکیل کرده شده است که در اون بین و بسیار حالا که این نه تنها در مردم خویده‌های گذشتنی معاینه حتمی طبی شخصانی که عقد نکاح می‌بندند و در همینجا ما 4 تا زمینه ماندگیم. یک زمینش عریضه‌ای که شهروند و مؤسسه تندرستی عریضه پیشنهاد می‌کنند که مرا از معاینه طبی گذرانید. زمینه دومش طبیب اولیوی از معاینه طبی میگذراند. اگر در همین سر وقتی که معاینه طبی اولیوی را میگذارد اگر یکون نمود بیمار نباشد گمانبر و دیگر بیمار نباشد همین طبیب اولیوی معلوماتنامه‌اش نویسنده می‌کند که در حقیقت همین سلامت است. اگر یکون احتمالیت بیماری باشد با متخصصان صاحبی یعنی با پیش طبیبان پوست مثال با مرکز ویچسپی با مرکز توبرکولیوز و دیگر مرکزهای بیماری‌های روحی و روانی پیشنهاد می‌کند. بعد معاینه و تشخیص از آنجا معلوماتنامه گرفته و طب اولیوی می‌برد بعد این معلوماتنامه می‌دهد و آخرانش همین است که در تمام مؤسسه‌های طبی که معاینه طبی گذرانده می‌شود ژورنال‌های مخصوص از فامیل از نام و نسب سرکردگی نام شناسنامه‌اش کدام وقت گذشت کدام طبیب گذران همه قید می‌شود. یعنی هر یک معلوماتنامه نام طبیب می‌بیاد نام تصدیق کرده شده وقتی که ما میخوام بسیار شدید میکنیم که دونان تشخیص دارن. فقط من یک تکلیف کردیم که باید منفیت شهروندان نگه داشته باشه. شخصهایی که تشخیص میدن برای جوابگری معمولی برد. تشکر میکنم. $3,000 می‌کرد میگه رفت خودت خرید کن. از $3,000 63 سومش گیرد معاینه طبی گذرد. هیچ چیز نمیشود. یک ماتریالی چی را نه این تمام آدم و 63 سومان هر کس میتواند. هر یک شخص من شخصا پیکچر کردم 63 سومان اکو همه میتواند. بسیار چیزش هست. قشلاق دادر من 80 تا گوسفند دارد 10 تا گاو. گیرد یک گوسفندش فروشد فرزندش معاینه طبی کرد. هیچ چیز نمیشود.